ببینیم ما پنل مایسکل رو وقتی می‌خواستیم باز کنیم اول URLش چی بود؟ URL پنل مایسکل چی بود؟ وردپرس زیاد کار میکنی ها؟ باره وردپرس خب اون قبول. آره اون قبول. به غیر از اون لوکالاست آفرین اسلش PHP مای ادمین. آره یه اشیدایسی فقط گفتیم. آره خب من اینجا زمانی که گفتم توی این صفحه میرسین، زمانی که مایسکل رو شما استارت میکنین میتونین این صفحه رو ببینین، چون اگه استارت نکنین الان شما نمیتونین این صفحه رو ببینین یعنی شما دسترسی به دیتابیس ها ندارین. سمت چپتون خب لیستی از دیتابیس هایی که ساخته شده یا ساختین اینجا همه لیست میشه. اگر هم نخواستین اینو ببینین سمت اینجا یه تب بالا یه چیزی به نام دیتابیسز بازش که میکنی تمام دیتابیس هایی که ایجاد شده یا ایجاد کردی و اگر هم میخوای کرییت بکنی اینجا هست. من دیتابیس رو به چندین روش میتونم اصلا کدن کرییت بکنم، یا کدی که بیام داخل PHP بنویسم یه کوئری رو ارسال بکنم که کرییت بشه، یا میتونم خیلی ساده اینجا ایجادش کنم. آقا ساده ترین راه همین کار رو بکنیم، اذیت نکنیم خودتون رو. مثلا ما کلاس 3 من اینجا می‌ذارم کلاس underline 3 underline db. من یه اسمی براش تعیین کردم، شما هر چیزی دوست دارین بنویسین، اسم سایتتون رو بنویسین، یه db هم بذارین تاش مثلا. اما اینجا یه چیزی داریم به نام کالکشن دیتا هایی که قرار ذخیره بشه داخل دیتابیس من، به اونم میگن کالکشن میگه آقا از چه نوعی داره دیتا ها داره ذخیره میشه. مال ما پرشینه دیگه، درسته؟ اینا بچه‌ها یونیورسال جهانیه. خب یعنی نیا کنید یه لیستی از اون کالکشن ها موجوده که شما میتونید ازش استفاده کنید. این کالکشن ها گفتم چون یونیورساله شما قرار نیست کار خاصی بکنی، فقط بر اساس نوع دیتایی که میخوای قرار ذخیره بشه. چرا این کار رو اصلا انجام میدیم؟ ممکنه طرف فارسی ممکنه نه قطعا داره فارسی داره ذخیره میکنه داخل دیتابیس، علامت ها ذخیره نشه که نشناسه. پس من دنبال بچه‌ها نگاه کنین دنبال چی میگردم، دنبال UTF-8 بگردین، Persian CI اینجا میبینین Persian CI همینا روش کلیک کنین، نگاه کنین UTF-8 Persian CI کرییت رو میزنم، دیتابیس برای من ایجاد شد. ببینین خیلی مهمه که مفهوم دیتابیس و تیبل بفهمین چیه. نگاه کنین زمانی که شما یه دیتابیس ایجاد میکنین به محض که وارد اون میشین میگه آقا no tables found in database. تمام دیتاهای شما داخل دیتابیس داخل تیبل ذخیره میشن. جدول‌ها شامل چی هستن؟ سطح و ستون‌ها چی هستن؟ ستون‌ها همون فیلدهایی که قرار بوده داخل دیتابیس ذخیره بشه، همون فیلدایی بوده که شما توی رجستر داشتی پر میکردی و اونا باید اینجا ذخیره بشن. حالا ممکنه کم و زیاد بشن. چرا؟ بر اساس تیبلی که ایجاد میکنن. ببینید تیبل ها معمولا یه ساختاری دارن که این ساختار شما باید رعایت بکنی، اوکی؟ وگرنه نمیتونی ازش چیزی رو استخراج کنی. چرا همچه حرفی میزنم؟ مثلا شما میای یک دونه فرم رجستر رو شروع میکنی به ثبت کردن، وقتی ثبتش میکنی داخل دیتابیس ذخیره میشه. ما داخل دیتابیس رو ممکنه تعداد زیادی تیبل داشته باشیم، یعنی کلی جدول داشته باشیم بر اساس دیتا مورد نیاز. مثلا من یه جدولی دارم به نام یوزرز، تمام اطلاعات رجستر ها میاد اونجا. من کاربرا قراره ثبت نام بشن، من یه جدولی دارم به نام یوزرز، تمام اطلاعات کاربر اونجا ذخیره میشه. یعنی هر سایتی باشه، هر صفحه‌ای باشه، یا نه هر صفحه‌ای در خودش یه یوزرز داره؟ نه، کل وبسایت من مگه 10 تا ثبت نام داره؟ یه دونه بیشتر نداره. معلومه.
دیتابیس اطلاعات سایت شماست. اگه هک بشه همه اطلاعاتت پریده. مثلا شما اگه بلاگ هم که بزنی تمام اطلاعاتت داخل یه جدولی مثلا به نام پست ممکنه ذخیره بشه که هر کدومش ممکنه اطلاعات متفاوتی داشته باشه. پروداکت، محصولات، یه جدولی داری برای پروداکتت، تمام اطلاعات محصول اونجاست. پستت که اونجاست. جدولی ممکنه دیگه داشته باشی که یه سری متاها ذخیره بشه. یعنی اصلا بستگی به چیز داره، سناریو پروژه داره ها. یعنی من نمیتونم الان بگم که بچه‌ها این سایت من 2 تا کلا جدول بیشتر نداره. نه، ممکنه 50 تا جدول داشته باشه، 20 تا جدول داشته باشه. بستگی داره که پروژه شما چه چیزایی مورد نیازه. حالا ان شاءالله بریم جلوتر، مثلا من یه جدول دیگه هم براتون اینجا دارم. مثلا شما اگر یک جدول یوزر داری که یه سری ستون داره، ستوناش چیه؟ یوزرها. بچه‌ها نگاه کنین همین الان من جدول مثلا یوزرز رو که مال ثبت نامه میخوام برای خودم ایجاد کنم. وبسایت من یه جدول یوزرز داره که تمام رجیستر اونجا داره ذخیره میشه، ثبت نامش. بعد وقتی هم که میخوام لاگین بکنم تمام اطلاعات از همون جدول میگیرم. درسته؟ کاربرا نمیخوای بفهمی که الان چه کسی وارد شده؟ خب داخل این جدول ذخیره شده. اوکی. من چند تا ستون دارم داخل این جدول یوزرز به نظرتون؟ اندازه؟ باریکلا بگو. 4 تا توی این ستون، 5 تا کلاس چی بودین؟ داش 3 سرور. درسته؟ بعد اینجا یه یوزرنیم بچه، یه ایمیل، یه فون نامبر، یه پسورد، یه پروفایل. درست شد؟ این پروفایله حالا که قراره بگم احتمالاً امروز هم میگم این داستانا، ما زمانی که میخوایم آپلود فایل رو انجام بدیم 2 تا کار باید انجام بدیم. یک، خود فایل رو باید آپلود بکنیم داخل یه پوشه‌ای و URLی که اونجا ذخیره شده رو باید داخل دیتابیس ذخیره کنیم. قرار نیست فایل رو داخل دیتابیس ذخیره بکنیم. فایل شما آپلود مثل این میمونه، یه کپی پیستی اتفاق میفته، میره داخل یه پوشه‌ای که خودت گفتی، میره اونجا ذخیره میشه. اما مسیر URLش که کجا ذخیره شده داخل دیتابیسه. پوشه خودم میسازم. میگم همینجا داخل فایل. یعنی اونم آنلاینه یا تو میسازیم دیگه. الان بهتون میگم اصلا امروز احتمالاً آپلود فایل رو بهتون میگم چون میخوام برسیم به هم. من این آپلود فایل پس انجام میدم و اطلاعاتش میره کجا؟ داخل دیتابیس ذخیره میشه. الان چند تا مورد شد؟ 5 تا. خب ببینید تمام تیبل هایی که قرار ذخیره بشه و تمام رکورد یعنی چی؟ وقتی طرف یه رجیستری رو انجام میده اطلاعاتش وقتی ذخیره میشه به اصطلاح میگن یه رکورد داخل تیبل ذخیره شد. آفرین. یه ردیف ذخیره شد، یه رکوردها همه اطلاعات گفتم بچه یه آیدی منحصر به فرد دارن. این آیدی باید باشه. این آیدی برای هر تیبلی بهش میگن پرایمری کی، یعنی کلید اصلی جدول. یعنی من اون منحصر به فرده، هر زمانی که بخوام میتونم بر اساس اون کی صدا بزنم، اطلاعات رکورد آیدی فلان رو بردار بیار. همین شو. ما الان اینجا جدولمون یه آیدی منحصر به فرد داره، یوزرمون هم یه آیدی داره. شما زمانی که یک رکورد اضافه میشه به تیبلتون، یه آیدی به اون رکورد اضافه میشه. رکورد مگه اطلاعات شما نیست یا کسی که داره رجیستر میکنه؟ یعنی ما یه ستون اضافه تر. آفرین. یه ستون اضافه تر برای آیدی ده. حالا این آیدی قرار نیست من هی دستی بفرستم. خود MySQL وقتی که اینزرت میکنی یعنی درج میکنی داخل تیبلا برات کرییت میکنه و به اصطلاح آتو اینکریمنت، خود افزایشیه. خودش یه دونه میبره بالا. کارش همینه اصلا. من نمیام دستی بگم 1 2 3 4 نه. خودش اضافه میکنه. پس آیدی داره آتو اینکریمنت اضافه میشه. اما یکی دیگه من ستون جدید بچه‌ها میتونم اضافه بکنم. برای چه چیزی؟ برای یه تاریخ ثبت نام.
من وقتی که یه نفر ثبت نام میکنه خواهم ببینم تو چه تاریخی اومده ثبت نام انجام داده. این کار رو معمولا 190 این کار رو میکنن. حالا این بغیر از این خواستین ستونهای اضافه تری داشته باشین میتونین بعدا اضافه کنین، مشکلی نداره. ولی اگه خیلی بره بالا دیگه داستان میشه. دیگه بچه‌ها اینجا ثبت نام کردین دیگه، نیا کنین من اطلاعاتتون رو اینجا دارم. اوکیه؟ فعلا داریم دیگه. 6 نفر بودیم دیگه. بیشتر بودیم؟ کیا بودن؟ نیومده؟ الان من فعلا اینا رو دارم. آقای احمدیان داریم، خانم شفیعی، خانم فرزانه، خانم حمیدیان، آقای توکلی و آرمیتا. همینا رو داریم. بعدا دوباره اگه رفتیم بیرون بعدا بزنیم. خب من اینجا بودم. حالا من قبل از اینکه بچه‌ها کلا این داستان‌های به قول معروف درج جدول و اینا رو بخوام برم جلو، من اول میخوام آپلود رو بهتون بگم. آپلود عکس. ببینم چه اتفاقی میفته. ببینین شما تمام اطلاعاتی که کاربر ارسال کرده رو اینجا دارید. درسته؟ بغیر از یک گزینه چی بود؟ پروفایل. باریکلا. پروفایل شما زمانی که بچه آپلود رو میخواین انجام بدین چندین چیز رو باید رعایت بکنین. چون ما احتمالاً چون نت نداریم من مجبورم یعنی همینطوری بهتون بگم. مثلا دوست داشتم یک حالت چیزی باشه فیلتر کلام هم فکر نمی کنم کار کنه. من اینترنت دارم فقط باید وصل بشه وصل میشه. اصلا من دبیتری اسکورز رو که میزنم آره میدونم اصلا فیلتر شکنم. آره اینجا داره پینگ میده یعنی ولی آره پینگش کار نمیده. پینگش الکیه. آپلودش مثبت دانلودش منفیه. این منفی یعنی چی؟ منفی؟ نه دیگه منفی که نباید باشه. نه ببینید قرمز وقتی میده تایم اوت میخوره یعنی هیچ ارتباطی با سرور نتونسته بگیره. حتی پینگ سبز رو داره میده مثلا میگه یک تایمی رو داره بهت میده میگه که رسپانس از سرور گرفتم من. ولی یه نکته‌ای که هست توی این بچه‌ها ایناش مباحث شبکه. یعنی شما وقتی که درخواست داری میزنی این پینگ که میگیری یه ریکوست میزنم سمت سرور یه رسپانس اگه گرفتم که سبزه اون مدت زمان رسپانس رو داره میگه. تایم اوت بخوره یعنی نتونست. ولی یه نکته‌ای که هست زمانی که اینا پینگو میگیره پینگ DNS میگیره نه پینگ IP. و پینگ DNS این اشتباهی که الان داره اتفاق میفته. میگه من پینگ زدم DNS سبز اوکی به من داده ولی آی پی من چون رنج آی پی ها رو بستم. این اتفاق میفته. ما یه درس داریم توی دانشگاه به ما تحلیل سیستما. خب بعد اینجا استاد به ما میگن شما هر محصولی که داری داخل پایگاه داده ذخیره میشه یک حالت کدی باید داشته باشه، یک کدی براش بسازی. من بر اساس نمیدونم مشخصات محصول تو پایگاه داده میخواد ذخیره بشه مصرف فرد رو خودمون بسازیم که چه پترنی داشته باشه. داریم همچین چیزی واقعا؟ میتونی این کار رو بکنی ولی چرا؟ به ما گفتم بعد انجام. ببین من مشکلی با حرف ندارم میشه این کارا رو کرد. من یه ستونی جدید میسازم به غیر از اون آیدی که داره آتو اینکریمنت میشه داخل دیتابیس یه آیدی دیگه ای مثلا آیدی آندالان پروداکت مثلا فلان یه چیزی خودت داری جنریت میکنی تو PHP خودت جنریت کن بفرستش. برای یه سری کارا آره. برای یه سری کارا مثلا کد پیگیری وقتی بخوای خودت کرییت میکنی دیگه. درسته؟ پس خودم جنریت میکنم تصادفی یعنی رندوم. بعد اونم میفرستم داخل دیتابیس. پس این کارا رو میشه. ببخشید این فورو آیدی که ما الان برای این میشه باید یک اسم باشه. فورو آیدی؟ بله. به لیبلمون فور بدیم به آیدی. فورو آیدی اصلا به چه دردی میخورد تو HTML؟ بچه ها؟ برای اینکه دیتابیس داریم وقتی یکی می‌خواستی روی لیبل کلیک کنی برای تو لیبل. خب الان اینا همه رو که یکن. مهم نیست.
من انتظار دارم که الان مثلا روش کلیک بکنم مثلا اون فوکس بشه مثلا. الان ظاهر برای من که مهم نیست. الان چی برای من مهمه؟ نیما خودتون گفتین فورو آیدی مثلا به درد من نمیخوره. هم چیکار؟ بله کاملا درست. خب حالا ما سراغ بچه ها وقتی آپلود میریم گفتیم چندین نکته رو باید رعایت بکنیم که حالا بذارید من اون پروژه که با بچه ها هم تازه رفتیم و اینجا بهتون نشون بدم. حالا امیدوارم همین باشه. آره همین. خب خیلی نترسین، با هم دیگه میریم جلو. خب آره مثلا نگاه کن این کد مثلا آپلوده، یعنی آپلود هم داخلش داره و اینا. البته آره درست هم هست. فقط به غیر از این داستانا من یک نکته‌ای دارم. خب زمانی که شما آپلود رو بعد میخواین انجام بدین چندین نکته رو باید رعایت بکنین. از نظر من مهمه که باید اصلا این اتفاق بیفته. ما یک آن آپلود یا ایز آپلود فکر میکنم یه چیزی به نام ایز آپلود داریم توی خود PHP. یه فایلی هست خب و تو زمپی که نصب میکنی یه فایلی داریم به نام php.ini یعنی پسوندش .ini. درست شد؟ زمانی که اینو پیدا میکنین کجا پیدا میکنین؟ توی پوشه PHP داخل زمپ. خب حالا اگر من بتونم اینجا پیداش بکنم برای شما بد نیست. توی آپاچی access log conf فایل بذاریم اینجا ببینم همون فایل رو باز میکنه. البته این کانفه فکر نکنم داخل این باشه. نه توی این نیست. لاگتونم اینجاست. اگه میخواین بیارم براتون اشکال نداره، میتونیم درستش بکنیم توی اپلیکیشن تو زمپ. آخه مسیرش مثلا برای شما شاید فرق بکنه، باز برای من هم ممکنه متفاوت باشه. نگاه کنید شما اینجا برای من زمپ فایله خب برای شما همون سی زمپ که رفتین داخل پوشه‌ای باید بگردیم به نام PHP. اینجا این پوشه PHP میین داخلش احتمالاً باید اینجا php.ini اگر نداشتین بذارید من بگردم ببینم این سم شاید مال من متفاوت باشه. php.ini peer بذار اینجا سرچ کنم php.ini. خب ببینیم آیا پیدا میشه یا نه. اینجاست. نگاه کنید. حالا مسیرش رو من اگه بخوام برای خودم پیدا بکنم من اینجا get info رو بزنم مسیرش قشنگ مشخص میشه. زمفای etc برای من که etc. خب اگرم شما پیدا نکنید مثلا من انجام بدین. خب یعنی بیاین داخل پوشه زمپتون اوکی اینجا سرچتون رو بزنید داره دیگه سرچ داره. خب پوشه PHP خیلی خوب بهتر. بعد اینو باز کنی بچه‌ها. وقتی بازش میکنی اینجا من کنترل F رو میزنم که سرچ کنم. درسته؟ بعد آپلود رو میام سرچ میکنم. این فایل آندرلاین آپلودز مساوی با آن باید آن باشه، آف نباشه. اگه آف باشه شما نمیتونین آپلود رو انجام بدین. اینا تنظیمات سروریه. حله؟ تمام؟ اوکی همین خیلی چیز خاصی نیست. پس توی php.ini بعد این حتما بچه‌ها بحث آپلودتون اینجا باید آن باشه. این از این. نکته بعدی اگر اتفاقی افتاد میاین شروع میکنیم با آپلود کردن برای من اتفاق میفته پوشه آپلودتون از نظر ویندوز یا مک فرق نمیکنه. ویندوز یا مک ممکنه
اکسسیبل نباشه، آقا در دسترس نباشه، یا اکسس دیناید بده. یعنی شما دسترسیات آقا محدوده. بعد زمانی که میخواید دسترسیتون رو باز بذارین، شما روی پوشه بر راست کلیک بزنین، دارم ویندوز رو میگم، پراپرتیز رو میزنین، بعد تو قسمت پرایوسی یا فکر میکنم یه همچین چیزی باید باشه، دسترسیاتون رو همه رو تیکاشو بزنین. یه تیکای الو داره، تیکاشو بزنین همه رو که بتونین فایلی رو بچه‌ها رید و رایت رو انجام بدین. زمانی که شما آپلود رو انجام میدین، از نظر سرور شما داری عملیات رایت رو داری انجام میدی، نه رید کردن. رید یعنی خوندن، یعنی من فایل رو باز میکنم بدون تغییرات. به محض که شما تغییری میدی یا آپلودی اتفاق میفته یا کپی پیستی مثلا روی اون پوشه داره اتفاق میفته، بهش میگن عملیات رایت کردن. درست شد؟ پس حواستون باشه اون رید و رایت باید همش تیکش خورده باشه. مثلا نه اینجا نیا کنین، من الان دقیقا میخوام همین کار رو بکنم. این پوشه اصلی پروژه منه دیگه بچه‌ها، درسته؟ من اینجا یه پوشه ایجاد میکنم، نیو فولدر میزنم به نام آپلودز. اوکیه؟ خب اما برای من تو مک هم همینطوریه، ولی معمولا بچه‌ها توی ویندوز اگه ادمنستریتور باشین معمولا باز، یعنی اصلا مشکلی ندارین الان. خب یعنی حتی ممکنه یه مشکل برنخوره. اما این پوشه آپلودز هم اگه اینجا بیام گت اینفو رو بزنم، اینجا همش اینجا این سطح دسترسی ها زده رید آنلی، یعنی فقط خوندنیه، یعنی اصلا من اجازه رایت کردن ندارم. میام اینجا اینو تغییرش میدم، میام اینجا همه رو میگم آقا read and write، درسته؟ read and write، read and write، درسته؟ بعد میگم که خیلی خوب این رید اند رایت کردی مال حتی این ادوازی مکه ها. خب یعنی شما وقتی که آره داخلش رو میگه آقا تمام فایل ها و پوشه هایی که از این بعد ایجاد شد همه رید اند رایت باشن، اوکی میکنی و کلا میبندیش. حالا من دسترسی اینو دارم که بس آپلود فایل اتفاق افتاد هیچ مشکلی نخوره. حالا شروع میکنیم به کد نویسی تازه. درست شد؟ این از این، یعنی این چیزی که من الان دارم بهتون میگم اتفاقهایی که ممکنه بیفته. حالا نگاه کنین، من زمانی که بچه‌ها رجستر رو میخوام انجام بدم داخل یه فرمه، اما شما زمانی که آپلود فایل میخوای انجام بدی، شما یادتونه بهتون گفتم بعد با آندلان فایلز بگیرین فایلو، اون فایله یعنی نوع چیزی که شما ارسال میکنید، دیتایی که شما ارسال میکنید از نوع فایله، نه از نوع آندرلاین پست. فهمیدین چی شد؟ حالا جریان چیه؟ میاد تو زمانی که یه آپلود فایل داری و میخوای یه فایل ارسال بکنی، یه اتریبیوتی تو HTML داری به نام ENC type یا encryption type. خب میاد چیکاری رو انجام میده؟ محتوا داخلش اصلا نگاه کنی زده مالتی پارت اسلش فرم دیتا، یه دیتا داری ارسال میکنی. اگه اینو نذاری کلا فایل ارسال نمیشه بچه، یعنی این ثابته، تمام شده رفت. خب میگه که آره، میگه فرمی که داری ارسال میکنی از نوع دیتا، یعنی دیتا هم داری ارسال میکنی. حالا داده آندلان فایز پره بری اونجا. خب پس این ENC تایپ رو مالتیپارت اسلش فرم دیتا رو من قطعا میخوام از همین، حالا فرق نمیکنه کپی میگیرین یا خواستیم بزنین فرق نمیکنه، من ادامه فرمم اضافه میکنم. این تا اینجا. حالا زمانی که بیام داخل رگ و شما بیاین اینجا بزنین وردامپ دلار آندرلاین چی فایز، این آندرلاین فایز سوپر گلوبال بود، درسته؟ سوپر گلوبال ها چیا بودن؟ دلار آندرلاین پست، دلار آندرلاین گت، دلار آندرلاین فایز سرور و درسته؟ اینا بودن دیگه. و زمانی که شما میخوای یه سری فایلی رو ارسال بکنی با دلار آندرلاین فایز میتونی اطلاعاتش رو بگیری، اطلاعات فایل رو. مهم هم هست، خیلی مهمه. اینو فعلا بیخیال شین، من فعلا با این کار ندارم، بذاریم بیاد اینجا، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. خب یه رفرش، اینجا یه چیزی رو ارسال کنین، مهم نیست،
یه عکسی رو من اینجا ارسال میکنم میاد اینجا. داره آندرلاین فایلز رو گرفتم، تمام اطلاعات فایل من اینجا لیست شده به صورت اسوسییتیو اری، درسته؟ به صورت کی ولیو. گفته یک دونه نیمی داره به نام یوزر پروفایل، اون نیم یادتونه یوزر پروفایل بود، بعد میگه نیمش یعنی اسم فایل، اسم فایلش یک آرایه ایجاد کرده استرینگ 28 تا کاراکتر داره که اسمش این بود، فول پسش هم این بوده، تایپش هم اومده نوشته یعنی چی، از نوع ایمیج جی پگ نوعش. و اما یه چیز دیگه هم داره تو این آرایه به نام TMP underline name که به شدت مهمه. زمانی که من آپلود فایل رو انجام میدم، خب این فایل شما هنوز عملیات موو یا آپلود اتفاق نیفتاده، هنوز اتفاق نیفتاده تو سیستم طرف اینجا بچه‌ها. این سیستم طرفه، این پوشه آپلود منه. خب اما میاد یه دونه حافظه موقتی TMP یعنی temporary، درسته، میاد برات ایجاد میکنه. یه مسیری داره، نگاه کنید مسیرشو، اپلیکیشن زم فایل تمپ اینجا. این فایل رو اینجا موقتی نگه داشته. چرا واقعا همچین کار میکنه؟ فایل موقتی اومده تو سرور نگه داشته که شما بیای یه سری شرایطا رو بخوای ایفای میخوای بذاری یا هر کار میخوای بکنی، نمیدونم تایپش رو بررسی کنی، سایزش رو بررسی کنی، همه رو میتونی اینجا بررسی کنی چون تو کامپیوتر طرف بوده دیگه. TMP اینجاست. زمانی که تمام کارات انجام دادی میتونی مووش کنی حالا تو پوشه خودت. آپلود انجام شد. حالا چه چیزایی رو مثلا تو میخوای پسوند رو چک کنی، طرف نه یه دونه ویدیو نمیدونم 100 مگی 100 گیگی بیا شروع کنه برای من آپلود کردم مثلا دارم میگم. بعد اینجا سایزش رو داری، میگه آقا از 500 کی نمیخوام بیشتر باشه، درسته؟ بعد این چیزی که معمولا نوشته به صورت بایت، بیت و بایت و کیلو بایت و اینا رو بلدی دیگه ان شاء الله. آره هر مگ چند کیلو بایته؟ 1000. درسته؟ یا 10,024 به ما گفتن 1000. آره همون 1000 ولی 1024. بیت و بایت و کیلو بایت و درسته؟ مگابایت و گیگابایت و ترابایت و آره این هست. خب یه سوال الان خب طرف هر فایلی میتونه با آپلود کنه، من جلوشو میگیرم. همین الان گفتیم که الان شما یه چیزی داری به نام تایپ که پسوندش هست، من جلوشو میگیرم دیگه. همین شرطایی که قراره بذاریم اینجا. بله. وکتور بفرسته توش میتونه. شما وقتی هر چی اجازه بدی فایل جی اس هم میتونه آپلود کنه که آپلود کنه اجرا میشه. میای روش یه کارایی انجام میدی، خدا نکنه همون مسیر رو شروع کنی به اجرا کردن. من توی SRC میبینیم میگذاشت اینجا یه اتفاقات عجیبی افتاد. میگه چقدر قشنگه ولی جلوشو میگیری دیگه، چون قرار جلو این داستان هم. آره اون یه بحث دیگه است. آره ولی الان آپلود خود فایله، یعنی من انتظار دارم که طرف یه فایل رو آپلود کنه ولی پسوندا رو یه کاری میکنن جلوشو بگیرن. ما میخوایم یه شرطایی بذاریم سر همین داستان که اطلاعاتو داریم، درسته؟ بریم ببینیم مثلا چه اتفاقی میفته. پس فهمیدم داخل این سری چیزا دارم و داخل داده آندرلاین پست هم یه سری چیزایی داشتم و بچه‌ها اینا رو شما هنوز درست نکردین، یعنی این ولیدیشن ها اینا رو هیچ کدوم درست نکردیم، درسته؟ چیکار دارم میکنم بچه‌ها؟ میاد داخل این دیگه آفرین تمیزکاری میکنه میندازه داخل متغیر خودش، درست شد؟ بعد داره آندرلاین پست هم هست، یعنی مشکلی نداره. خب حالا میرسیم اینجا، من دایرکتوری نیم به اینا میگن دایرکتوری دیگه، درسته؟ یعنی پوشه. خب دایرکتوری نیم هم الان آپلودزه، من یه آپلودز باید یه متغیر ایجاد کنم، مثلا بزنین dir underline name، خب یعنی پوشه آپلودت کجاست، درسته؟ اسمشو میخوای بنویسی
اینطوری نوشته بودی دیگه آپلودز، درسته؟ من مثلا آپلودز اسلش قرار اسم فایل من قرار نیست اینجا ادامهش باشه، قرار اضافه کنم. ببینی مسیر رو داری میسازی، یا کنی مسیر داری میسازی. من الان داخل مثلا اینجا ببخشید اینجا یا کنی دایرکتوری نیم هم دارم میسازم، میگم آقا پوش آپلود، درسته؟ بعد شروع میکنم همون مسیر رو ساختن. مسیر رو ساختن یعنی چی؟ پوشه آپلود و عکس هم اسمش چی بود؟ همونو میذارم، درسته؟ ولی اینجا یه سری متدهایی هم هست که اینا مهمه از نظر من. خب ما یه متدی داریم به نام بیس نیم، خودش اینجا گفته ریتین میکنه trailing name component of pass. خب چون ما الان در اسکوز رو نمیتونیم باز بکنیم، من دارم بهتون این تیپی دارم بهتون. بیس نیم چیکار میکنه؟ میگه آقا من یک URLی دارم، درسته؟ URLی دارم که URLش اینه، این یادتونه داخل دارم فایلز این یوزر پروفایلی که نیمش بود یه نیم هم داشتین، یعنی این نیمه چیه؟ اسم فایل. نیا کنین؟ خیلی تعجب نکنین، نیا کنین؟ از اول یه آرای تو در توه، خب که میگه یه یوزر پروفایل داشتی که داخل این یوزر پروفایل یه آرایی داری که 6 تا خونه هست به صورت کی ولیو هم هست. خب که این آرایه یک اولین نیمش اینجاست، یعنی اسم اون به قول معروف عکس یا هر چی که هست داخل این قرار میگیره، اینجاست. بعد بیس نیم جریانش چیه؟ ممکنه شما زمانی که وقتی میای بچه‌ها یک دونه آپلود انجام میدی داخل پوشه های مختلفی اتفاق بیفته، درسته؟ یعنی اون شما یه پوشه های مختلفی داشتی. بعد چیکار میکنه؟ بیس نیم که میذاری بهش URL رو بهش میدی، میگه آقا فقط آخرین بیس من عکس رو میخوام. دقیقا میشه اسمش. پوشه ها رو دیگه کار نداره. این میشه بیس نیم. درست شد؟ یعنی ممکنه مثلا میگم پوشه سی، نمیدونم پوشه فلان فلان، خب ولی وقتی که اون آپلود رو میخواد انجام بده میگه آقا من فقط بیس نیم رو میخوام، اسمش رو میخوام، من به بقیه اسم فایل رو من میخوام، من نیاز به پوشه ها دیگه ندارم چون دارم میسازمش. نگاه کنی من سیمیکالن میذارم، میگم دلار مثلا یه چیزی داریم به نام تارگت آندرلاین فایل، یعنی اون فایل اصلیه. خب میگم آقا دی آی آر رو که میخوام، درسته؟ یعنی اسم پوشه رو که میخوام. بعد کانکت کردم با دات بود، نه؟ آها. یه متدی دارم به نام بیس نیم که وقتی داخلش نگاه یه متده. بعد میگه خیلی خوب مسیر اون جایی که داری آپلود میکنی کجاست؟ میگم آقا یک دلار آندرلاین فایلزی من دارم، خب که اسمش چیه؟ اول یوزر پروفایل. پس داخل این براکت میگم یوزر پروفایل. این خونه اول آرایه بود. بعد خونه بعدی آرایه که تو در تو بود دو بعدیه، نیا کنی این دو تا بعده، یعنی اومدم داخل آرایه داخلی چی داشتم؟ نیم. من همین نیم رو بهش پاس میدم، درسته؟ حالا بیس نیمش میشه اینو کلا ساختم. چه اتفاقی میفته؟ آپلود اسلش اسمش ساختمش. یعنی فایل جدید براش درست می‌کنی؟ مسیر رو دارم فقط درست میکنم. من فقط دارم الان مسیر. همین مسیری که شما درست میکنی باید داخل دیتابیس ذخیره کنی. یعنی چی رو باید از ذخیره بکنی؟ همین. جز اینو برای این کار میکنی. حالا شروع کن به شرطایی که حالا میخوای رو فایل انجام بدی. یعنی هنوز ما عملیات آپلود اتفاق نیفتاده، هنوز کاری نکردیم، ما فقط داریم مسیر میسازیم، کاری نکردیم. حالا شروع میکنیم به شرطامون. من یه متغیر بچه ایجاد میکنم به نام is underline upload، خب که همیشه ترو قرار میدم. یادتونه ولیدیشن انجام میدادیم؟ من میخوام ولیدیشن آپلود رو انجام بدم که آقا سایزش چقدر باشه، آیا این اکچوال ایمیج هست، یعنی ایمیج واقعی هست یا نیست، همه اینا رو میتونم هندل بکنم. بهتون میگم الان، میگم بهتون. نگاه کنیم بچه‌ها،
من اگه بخوام تایپ فایل رو بگیرم، اینجا خیلی قشنگتر میتونم از یه سری متدها استفاده بکنم. این متدش باحاله، بیایم با هم دیگه کار کنیم اینو. نگاه کنید تایپ فایل چیه؟ JPEG میخوایم باشه، مثلا SVG میخوایم باشه. نگاه کنید نوعهای ایمیجا رو. عکس ولی پسونداش چیا میخوای باشه؟ تو انتظار نداری مثلا طرف گیف بیاد مثلا برات آپلود کنه، مگه اونم عکس نیست ولی متحرکه. اون گیف میخوام چیکار؟ پس میگم آقا گیف رو نمیخوام. من SVG مشکل نداره، مثلا JPEG مشکل نداره، PNG مشکل نداره. شما تعیین میکنین بچه‌ها. تایپ رو وقتی بگیری میگی که آقا اگر جز اینا بود اجازه نده. قشنگ شد دیگه، یعنی دارم جلوشو میگیرم. ولی نگاه کنین یه متدی استفاده کردم به نام STR to love که خودتون میدونید، یعنی همه داره به حروف کوچیک تبدیل. از یه چیزی داره استفاده میکنه بچه‌ها به نام pass info. یه متد خیلی باحالیه که گفته returns information about the file path. تمام اطلاعات مسیر فایل رو داره بهت میگه. خب بعد گفته که string pass میگه که بیا ورودی اولت میشه همون استرینگ پسیه که میخوای بهش بدی. ورودی دوم آپشناله، میگه چی میخوای از این پسی که الان به من دادی، چی میخوای ازش. پس اینفو دایرکتوری نیم رو میخوای، یعنی پوشه‌ای که داره آپلود میکنی رو میخوای بهت بدم. خب پس اینفو بیس نیم رو میخوام، بیس نیم اسمش مگه نبود. خب پس اینفو اکستنشن میخوای، یعنی پسوند فایل. اکستنشن یعنی پسوند فایل. یا پس اینفو فایل نیم میخوای، کلشو میخوای. من چی میخوام بچه‌ها؟ من شما پسوندشو نمیخواستی. اسمشو مگه لازم نداری؟ شما تایپشو داری میگیری، یعنی پسوند. بچه‌ها پسوند زمانی که از دات داره به بعد میشه، دات JPEG، دات PNG، اسمشو الان میخوای؟ اسمشو مگه شما ذخیره نکردی الان؟ شما اسمشو مگه اینجا نگرفتی؟ به چه دردم میخوره؟ من تایپو میخوام براش رو شرط اعمال بکنم، درسته؟ پس این شکلی دارم میگیرمش طرز. خب پس من اینو بچه‌ها دقیقاً میام مینویسم دیگه، از پنسیفو استفاده میکنم، تارگت فایل رو میزنم و تمام. پس من اینجا بیایم بچه‌ها این کارو انجام بدیم. من میگم آقا یک دلار تایپ فایلی دارم، بعد str to lower هم میزنم، یعنی همه رو تبدیل کنم به حروف کوچیک اگر بزرگ بود و اینا. بعد یه متدی به نام چی؟ پس اینفو میگه خودش یا ورودی اولت استرینگ پسته. خب پست کجا بود بگین؟ تارگت فایل. بچه‌ها مسیر شما اینجاست. مسیر عکس رو بهش بدید. تموم شده رفت. مسیر عکس. ورودی بعدی میگه آقا چی میخوام؟ میگم من اینو میخوام، درسته؟ پس اینفو اکستنشن. عین همینو کپی کنین پیست کنین بچه‌ها، داخل استرینگ نذارین. عین همینو کپی پیست میکنین. تمام. خب بعد الان مثلا شما گفتین که ممکنه JPG باشه، ممکنه که PNG باشه. شما فعلا گرفتی، تازه میخوای شرط. آره دیگه من که رو هوا نمیتونم کار بکنم. ببین تا زمانی که تو تایپو نگیری که میخوای چی رو شرط اعمال بکنی، درسته؟ من فعلا گرفتم که رو شرط اعمال. 4 تا متد داشت. آره. یکی فقط پسوند. من فقط پسوند رو میخوام. پسوند فایل تو بهت میدم. هر چی که هست. حالا میام شروع میکنم آقا به شرط اعمال کردن. نگاه کنید بچه‌ها، قبلا هم بهتون گفتم، الان هم بهتون میگم، دارم تاکید میکنم. آقا شما زمانی که میرسی به اینجا، یعنی به این فایل سروری، شما دیگه نمیدونم خالی بودن و نبودن و اینا رو دیگه چک نکن دیگه، خواهشم. درسته؟ تو جاسکه ولیدیشناتو زدی، یعنی من یه چیز تمیز میخوام اینجا، پس قطعا دیتای من پره. یعنی چی پره؟ یعنی اینا پره. اینا. اوکیه؟ حالا من زمانی که میام اینجا شروع میکنم به شرط اعمال کردن. شما میتونی یه ایف بذاری بگی آقا دلار تایپ فایل بود، درسته؟ دلار تایپ فایل میگه اگر مخالف مساوی مثلا JPEG نبود،
نگاه میخوام خطا رو بهش اعمال کنم. خطا یعنی اینجا جایی که باید به مشکل بر بخوره. امپرسند میذارم یعنی چی؟ و دلار تایپ فایل مخالف مساوی با مثلا png نمیدونم دوباره دلار میگم تارگت تایپ فایل مخالف مساوی با چی نبود باز بچه ها؟ مثلا میگه آقا svg هم میخوام، درسته؟ svg png بعد jpg هم بچه ها بنویسین. من یه دونه از این کپی بگیرم. اصلا اینا نمیشه اون JPG رو بود پشت هم نمیشه امپرسند دادن. نه دیگه شرط شما میخوای کلا به هم بزنی همه چیز. نه دیگه مثلا ما الان 5 تا فیل داریم 5 بار اینجوری امپرسند بزنیم. بعد میگی و کلا مگه تو ایف بچه‌ها مگه چیکار می‌گردین؟ تو جاوا اسکریپت همینه، تو پی اچ همینه، تو اسپی دات نت همینه. سینتکس رو می‌خوای به هم بزنی؟ نه می‌خواستم سوال بپرسم که نمیشه و با ویرگول بزنیم یه بار بزنیم. شما به جای اینکه شما بگو چه جوری میشه تمیزتر نوشت، تمیزتر که نه، چه جوری میشه خلاصه‌تر نوشت. شما میتونی یه کار دیگه بکنی. متدی داشته به نام اینکلودز. میتونی با اینکلودز اگر پی اچ پی اینکلودز فکر کنم داشت. اینکلودز فکر کنم پی اچ پی داشت. با اون میتونی بگی که دنبال اینا بگرد، اگر شامل اینا بود بیا بیرون مثلا. اونجا میتونی آره یه آرایه بهش بدی، یه آرایه‌ای از اینا میتونی. اگه جلسه بعد آوردی برای من اوکی. ببین این شرط رو چجوری راحت هم نگران نبود بینشون یا بذاریم یکی از ایناست دیگه اون علامت عملش میره و که یعنی همه این شرطا باید اجرا بشه. اون یاه بود که یکی از اینا بود یا این یا اون دیگه. میگی میخوای جز اینا نباشد همش پس باید باشه. مساوی نیست. میگه اگه نباشد. حالا پس من اینجا یعنی به خطا باید بخوره در اصل، درسته؟ ببینید شما زمانی که داخل این فایل هستی نباید همونجا به کار و بگی اکو کن چاپ کن مثلا این فایل به خطا خورده. باید برگرده به چی؟ دوباره باید برگرده رجیستر. زمانی که این کار رو میکنی یک دلار ایز آپلود داشتی، اما اینکه این رو باید چیکار کنی؟ فارسش کنی. یه هدر لوکیشن هم شما یاد ندادم، درسته؟ این چیه بچه ها؟ به چه دردی میخوره؟ ارور هست دوباره تمام شده رفت، درسته؟ میگه آقا یه اروری دارم الان به نام این که مثلا نوع فایل مثلا مشکل داره. اصلا فارسی بنویسیم نوع فایل مثلا شامل مثلا فلان و فلان باشه. خب باشه یا نیست؟ شامل نوع فایل استاندارد. آره بگی نوع فایل مثلا استاندارد نمیشه گفت. معتبر. فایل های آره نوع فایل های معتبر مثلا ایناست. خب مثلا میتونی بگی نوع فایل مثلا باید بگی مثلا JPG نمیدونم فلان شد. نمیدونم SVG و فلان، اصلا مهم نیست. شما یه چیزی بذاریم براش. خب درست شد؟ میاد اینجا. فقط یه نکته ای اتفاق میفته چون شرط های شما بچه فقط این نیست. یعنی الان ممکنه 3-4 تا شرط 4-5 تا دیگه مثلا دارم میگم باشه و هست الان. خب اما یه نکته PHP شما زمانی که داری هدر لوکیشن میکنی از اونجا استاپ نمیشه، رد میشه. یعنی کدای PHP اگه ادامه داشته باشه شروع کنه بخوندن. نمیزنه بیرون. آفرین ریترن داریم مگه تابه نوشتی؟ نه. ما یه متدی داریم بچه اینو یاد بگیریم به نام دای یعنی مردن دیگه نه؟ دای میذاری بریک میکنه کلا استاپ میشه. بعد هدر لوکیشن قبلش گذاشتی نه میره اونجا کلا دیگه خط بعدشو دیگه نمیخونه.
این برای زمانیه که شما میخوای بری داخل PHP دیگه از اونجا به بعد چون دیگه به خطا خورده نمیخوای ادامه خط کد رو بخونه، تمام شده رفت. اما اگر اینو نذاری شروع میکنه به کد دیگه خوندن. یه دفعه بچه‌ها میگن که ما یه اروری داشتیم کلا و ارور آخریه رو داره به ما نمایش میده. ترایکش نه، ترایکش اینجا به درد نمیخوره. ترایکش برای زمانی که میخوای یه API بنویسی، یعنی شما API نمی‌نویسی الان که. بذار بهتون بگم API نویسی رو. همین چی شد؟ پس دای میذارم. بچه‌ها یه نکته کلا شما وقتی میخوای دیباگ بکنی کلا PHP رو وردامپ دای، یعنی وردامپ میذاری پشت بندش دای میذاری که دیگه نره خط بعد. مثلا داری یکی بررسی میکنی میبینی هر کار میکنم داره به خطا میخوره نمیفهمم، شروع میکنم هر کدوم از اینا رو متغیراش رو وردام گرفتم، ولی وردام که میذاری پشت بندش دایو بذار، نذار ادامه پیدا کنه که بفهمی که تا کجاها خطا یابی کردی. اصلا کلا خطا یابی تو PHP یکم سخته. خب یکم سخته، اما من حالا اگه یوتیوبی بود و فلان و اینا، البته فکر کنم داخل سایت خودم هم هست. آره توی ویدیوهای رایگان اگه پاییناش اگه نگاه بکنی اونجا من PHP دیباگو گذاشتم با VS Code، اما باید یه سری چیزها رو بچه‌ها تنظیماتش رو انجام بدین. یه اکستنشن لازمه نصب بکنین و یه سری تنظیمات اونا رو انجام بدین. اینجا میاین مثلا میگه آقا توی این خط، خب حالا نگاه مثلا برای من الان اینجا این دیباگ اینجا هست، اینجا این براتون فعال میشه، رانن دیباگ. خب این براتون فعال میشه، بعد کنار اینجا یک به قول معروف بریک پوینت میذاری، بعد میاد اینجا استاپ میشه مثل جاوا اسکریپت، درسته؟ میاد اینجا براتون استاپ میشه. این رانن دیباگ مهمه، یعنی رانش میکنی بعد میای اینجا یه لانچ فایل داره میبینی، میگه لانچ فایل تو درست بکن. همه اینا رو توضیح دادم من. خب اینا میین اونجا داخل فیلم آموزشی که من گذاشتم داخل حساب میین نگاه کنین قشنگ، چون واقعا زمان میاره من بخوام اینو درستش کنم. ولی ما خودمون همین تیپی دیباگ میکنیم الان این شکلی. این از این. بریم جلوتر نگاه کنین. یه چیز دیگه داریم بچه‌ها برای چک ایمیج، همون اکچوال ایمیجی که بهتون گفتم، یعنی اینکه آیا واقعا یه فایل ایمیج رو طرف داره آپلود میکنه یا نه. ممکنه پسوندش اون باشه ولی ممکنه واقعا اکچوال ایمیج نباشه، یه فایل مخرب باشه، میشه این اتفاقا بیفته. یک متدی توی PHP داریم به نام get image size، ممکنه ربطی نداشته باشه ولی خود متد وقتی میگه get image size وقتی یه خروجی به تو بده یعنی میفهمی که این واقعا ایمیج. از حجمش میتونی بفهمی؟ آره از اون به قول من متدای داخلش ها یکیش سایز رو داره بهت میده ولی میفهمی که این عکس واقعا. اگه به تو یک فالسی برگردونه میفهمی که اصلا چیز نیست، این عکس نیست. پس یه متدی داریم به نام get image size. چی رو داره به عنوان ورودی میده؟ TMP name، دقیقاً فایلی که تو تمپ قرار داره اونجاست. TMP name داشتین دیگه اونجا. خیلی اینا اینجاست، این مسیر رو منظورشه. بعد اسمش چی بوده؟ TMP name. اوکی. خب پس من بیام اینجا بزنم دلار مثلا چی براش بزنیم؟ check image. آره check on the line image. بعد متدی به نام get image size دلار on the line چی بوده بچه‌ها؟ files. اسمش چی بود بچه‌ها؟ یوزر پروفایل دیگه، این که آرای اولمون بود یعنی خونه اولش. باز اینجا چی داشتیم؟ آها TMP on the line name. بچه‌ها نگاه کنین اینا رو از خودم من در نمیارم، اینا اینجاست. کپی پیست کنین دیگه، یه وردام بگیرین ببینید چی داره بچه‌ها. نمیدونید وردام بگیرین سریع ببینید که داره چی با هم میده. سیمیکالن هم انتهاش میذارم. حالا میام شروع میکنم به شرطش رو اعمال کردن. این داره چک ایمیجه به من داره یه ترو فالس برمیگردونه، درسته؟ و وقتی بهش بگم آقا این فالسه، نات وقتی میذاری یعنی فالسه دیگه. وقتی فالسه بیاد اینجا
یعنی من ارورا رو دارم دستکاری انجام میدم. تروه که تروه این میخوام چیکار؟ این داره ادامهش رو میره، بذار بره. اما اینجا چک ایمیجی که داره اتفاق میفته دوباره همین داستانا هست، درسته؟ یعنی دقیقا همین اتفاقایی که تو حالت قبل شما داشتین دوباره داره تکرار میشه. دیگه چیا داریم ما الان؟ یعنی الان اینجا ارور رو تغییر میکنه دیگه. اینجا میشه چی؟ مثلا نه دیگه چک ایمیج. مثلا من اینجا می‌نویسم چک ایمیج چون میخوام فقط رد شم، مثلا مهم نیست. درسته؟ چک ایمیج بدون ارورتون چک ایمیج، بعد خودتون برین حتی فارسیشو مثلا بنویسین، مشکل نداره. اگه دوست داشتین اینجا هم فارسی بنویسین مشکلی نیست دیگه، گفتم. خب بریم دیگه الان چیا داریم بچه‌ها فکر می‌کنین به نظرتون؟ چه شرطایی الان نیازه؟ سایزشو مگه نمی‌خواستیم؟ سایزشو من الان توی این دیتایی که الان اینجا داشتم سایزش هم داشتم، پس اینجا میتونم چکم رو انجام بدم، کاری نداره. یه ایف سر راش دوباره میذارم، میگم که خیلی خوب من اینجا دقیقا بچه اینو باید یه کپی ازش بگیریم. بیا اینجا چی داشتیم؟ سایز. میگه اگر بزرگتر از حالا 500 کی میخوای باشه، مثلا 500 کیلوبایت، بچه 1 مگا اینا بستگی به پروژهتون داره. واقعا بزرگتر از عکس بزرگتر از 500 کی اشتباهی که داری فقط حجمش رو داری زیاد میکنی و میبینی هاست داره پر میشه همش. خب دست خودتونه، بازم الان دارم میگم دست خودتون. بزرگتر یا بزرگتر مساوی با 500 کی، پس نمیشه، میشه کوچکتر از چی باشه؟ نه دیگه دارین خطا مینویسین دیگه. 500 کی درسته؟ 500 کی چند تا صفر داره؟ اگر این بایت باشه میشه 5000 یا 500,000. آره یعنی این میشه. نه هیچی نمیشه، بایت دیگه خودش دیگه، درسته؟ این میشه از این. خب اگه بزرگتر از این بود پس به من خطا بده. دوباره میام اینجا اینو مینویسم، مثلا اینجا مینویسین سایز دیگه، سایز ارور مثلا. جان؟ اسم فایل بگین املاش مشکل داره. کنترل دی اینو روش کلیک میکنم، کنترل دی سلکت میکنم، درسته؟ بعد شما میتونین جا تغییرات داشته باشید. جادوگری نه اینا شورت کیه کلا به مرور زمان یاد. دیگه چی داشتیم؟ آها ما یه چیزی داریم بچه‌ها، یه متدی داریم به نام فایل اگزیست. یعنی طرف قبلا آپلود کرده این فایل رو، تو اینو باید جلوشو بگیری دیگه. نگاه کنیم ما اینجا یه متدی داریم به نام فایل اگزیست. حالا این فایل اگزیست رو چجوری متوجه میشی؟ باید مسیر رو بهش بدی. خب مسیر داخل تارگت بوده دیگه. دقیقاً همینو دوباره می‌نویسی. من اینجا از همین استفاده میکنم دیگه، تکراریه دیگه. می‌نویسم فایل آندرلاین اگزیست، این متد PHPه، ولی مسیر رو باید بهش بدی. مسیرت کجا بوده؟ همین تارگت آندرلاین فایل شما زدی دیگه، شما هم تارگت آندرلاین فایل زدی. بعد ارور که خورد، یعنی وجود داره دیگه، بعد به ارور بخوره، پس میاد اینجا دایم زد. حل دیگه چی داریم؟ اینا رو هم که بهتون گفتم، اینا هم که گفتم و تمام. خب تازه میخوایم برسیم به محل آپلود، یعنی الان تازه به محل آپلود میخوایم برسیم. یعنی فایل رو کامل آپلود. آفرین، حالا شروع کنم با آپلود کردن. من یک سررا یه ایف کلی میذارم، میگم اگر is upload true بود، یعنی داره میرسه به محل آخر که میخواد آپلود اتفاق بیفته، بیاد اینجا. در غیر این صورت
باز هم هیدر لوکیشن اتفاق میافته، یعنی دوباره میاد اینجا که دیگه مهم نیست. چرا؟ چون داری اینو چک میکنی. آره خود داری چک میکنی. اینجا میشه خط سرور دیگه. مثلا اینجا میگی که آپلود به مشکل خورد یا آپلود، البته سرور ارور من اینجا میرسم یه همچه چیز. خب دایم میزنم براش که تمیز و مرتب بشه. اینجا ما یه متدی داریم به نام move underline uploaded file. خب این متد دقیقا عملیات آپلود رو انجام میده. یعنی میگه خیلی خوب تمیز مرتب. اوکی کجا؟ یک دونه سورس داریم یه دستینیشن داریم. درسته؟ یعنی از اینجا برس به اینجا. خب این تمپت دیگه، نه؟ فایل داخل تمپت مگه نبوده؟ این سیستم یارو رو که تو نمیتونی کاری بکنی که این میاد داخل تمپت، بعد میاد اینجا توی دستینیشن کجاست؟ تارگته. درسته؟ می تارگت شما نساختی؟ خب بس میره اونجا ذخیره میشه. نیا کنین این مسیر تمپت، این مسیر چی؟ تارگتی که قرار ذخیره بشه. اوکیه. زمانی که move uploaded file اتفاق میفته، یعنی این متد به شما تو فالس میده. واسه همون تو شرط من اینجا گذاشتم. یعنی فایل آپلود کرد اون ترو میده. آفرین ترو میشه. یعنی اگه عملیات آپلود اتفاق بیفته ترو میشه. من از move underline uploaded file استفاده میکنم. دادا underline files ببخشید underline files دقیقا همینه دیگه. درسته؟ اما tmp نمیشه دیگه. میشه tmp underline name. این میشه ورودی اول. ورودی دوم نگاه کنید زده چی؟ دستینیشن. درسته؟ ورودی اولت چیه؟ گفته که آقا هم فایل نیم تو بگو. درسته؟ که تو TMP دیگه. پس من الان میشه دلار تارگت فایل. تارگت فایل چیه؟ پوشه یا آپلود اسلش اسمش. پس درست. سیمیکالن میخواد؟ نخیر. اینجا شما چی؟ این تو ایفی. زمانی که ترو میشه. زمانی که ترو نمیشه میاد کجا؟ تو الست. دوباره هیدر لوکیشن میکنی، دوباره برمیگردی میگه آقا آپلودت به مشکل خورده. درسته؟ آپلود فایل ایزرو. اصلا من السا رو متوجه نشدم. دقیقا چی کار دارم میکنم؟ جان؟ برای چی این السا رو گذاشتی؟ السو ممکنه خطا بخوره. پوشه آپلودت اصلا به مشکل میخوره، اسمش مشکل داره یا هر چیزی. خطای سروریه دیگه، به سرور داره میخوره مشکل. هی داره برمیگرده. فقط نکته السو ایفاتون داره بچه خیلی داره زیاد میشه. یه اشتباه بکنیم که روشه باز و بسته برو پیداش کن. ولی پیشنهاد من جایی که داری السو میذاری اینجا یه کامنت بذار جلوش، بگو این مال چی بوده، مال این بوده. قشنگتر میشه. بعد میای اینجا دوباره الس اینجا رو داری دیگه، نه؟ باز دوباره میگی آقا این الس مال چی بوده دقیقا؟ الان همینو بگین. آفرین مال ایزا آپلود. حالا میفهمم چی به چی. اینها رو بذاریم برای خودتون، کامنت گذاری ها رو. واقعا به درد سرش نمیارزه. من اینقدر داستان دارم تو اینا که هم ندارم. خب فهمیدین شد؟ این اوکی. حالا زمانی که طرف آپلود اتفاق میفته اینجا میتونیم مثلا بگی که همینجا میخوایم خودمون تست کنیم دیگه، نه؟ یک اکوی بذاریم مثلا، نه؟ اکو میذاریم یه چیز الکی، این که uploaded file. یه بک بزنی، یه رفرش. من اصلا اونا رو چک هم نکردم. خب فقط میخوام اینجا یه عملیات آپلود اتفاق بیفته. 106 کیلوبایت هم بیشتر نیست. من اینجا اینو میزنم، سامیت رو میزنم، آپلود فایل اتفاق افتاد. درسته؟ بعد میام اینجا میبینم تو آپلود بله هستش. دیگه چقدر زمان برد یه آپلود فایل؟ شما خسته شدین تازه. می‌بینین چقدر چیز داستان زیاد داره واقعا. مثلا اینو اگه بشه با پایتون بنویسین خیلی ساده تر انجام میشه. اصلا با خود فریم ورک ها انجام میده کار.
یه سری افراد ممکنه کار ساده بکنه، ولی خب به این تو داری، من میتونستم همین الان مثلا موو آپلودد فایل رو انجام بدم، همین الان میتونستم انجام بدم، ولی شما بدون اجازه هیچ چیزی میتونسته آپلود بکنه، جلوش رو گرفتی. شرط ما کد آپلود یا موو آپلود بود که نیا کنین، شما کد آپلود این بود، شما همینو میدادی تمام میشد، ولی تو نمیخواستی چک بکنی این بدبخت رو ببینی چیه، سایت خودت میره زیر سوال اصلا. پس اینا مهمه، اینا از شما یه برنامه‌نویس میسازه که توی یه سری شرایط خاص داره چه اتفاقی میفته. یعنی شما باید برسی به این تایما که داره چه اتفاقی میفته. بله تمام بشه خبرتون میکنم. بله مامان یکی از بچه ها بیاد اینجا مثلا اینجا چی میشه. خب فهمیدین شو؟ حالا تازه رسیدیم برسیم داخل دیتابیس، هنوز ما کاری نکردیم، الان فقط یه آپلود انجام شده. درسته بچه‌ها نگاه کنین، الان همین آپلود، بچه‌ها همین آپلودی که الان اتفاق افتاد، همون عکس رو دوباره میام آپلود میکنم بچه‌ها. خب اینجا نگاه کنین، برو چی رو؟ همین اینو من یه دفعه رفتم توی سایت پنیرفی، انقدر منو اذیت کرد چون من قبلش یه فایل اشتباه گذاشتم، بعد می‌خواستم ثبت نام دوباره انجام بدم، نمی‌ذاشت که من فایل آپلود کنم. دقیقاً همین خطا رو بهم. خب این خطاها که دیگه میفته دیگه. اینو گذاشتم. بعد می‌خواستم اطلاعاتمو ویرایش کنم، عکس همون عکس رو بزنم که کلاً ثبت نامم نمی‌کرد. خب همین بوده. شما اسم فایل تو عوض کن درست میشه. اون فایل قبلا ذخیره شده با همون اسم. اسم عوض کن بذار. خب ما که بازم نتونستیم پس چرا بگیریم؟ نه مهم نیست. مگه خیلی بخش شما پردازش تصویر دارین که الان مثلا میخواد ببینه که عکس شما همون عکس قبلی هست یا نیست. شما تنها کاری که اتفاق میده پردازش تصویره که باز میشه میتونی این کارو بکنی. چجوری میخوای بفهمی الان عکس همون عکس قبلیه یا مثلا یه نقطه اون عکس داره اون نداره؟ ها دیگه شما پیکسل به پیکسلش رو باید متوجه بشی. میتونی؟ بسم الله. نه خیلی خودتون رو درگیر نکن. مشکل نداریم تکراری بذاریم.